صاحب سخن گفته که از آن زمان که آرزو چو نقش از سراب شد، تمام جستجوی دل سوالی بی جواب شد. سلام همراهان عزیز، ما امروز میخواهیم چند نظری رابرت کیوساکی را در مورد رسیدن به آرزو و چرا برخی به آرزوهایشان نمیرسند صحبتی داشته باشیم. کیوساکی میگوید یکی از با ارزش‌ترین مسئله های امروز جهانی این اهمیتی دنبال کردن آرزوهاست. توجه کنید که نگفتم به دست آوردن آرزوها، بلکه دنبال کردن آرزوها مهم است. میگوید کیوساکی این شرکت ها شما را تشویق میکنند تا آرزوهای بزرگ داشته باشید. یکی از نیروبخشترین تجربه هایی که در بررسی شرکت های کلان دیدیم بزرگتر شدن آرزوها از دیدی من بود. تجارت های سنتی بیشتر خیلی علاقه با آرزوهای بزرگ شما ندارد. آنها در صورتی که شما آرزوهای نسبتاً کم داشته باشید خوشحالتر هستند. مثلا مسافرتی کوتاه، خانه مسافرتی مشترک، یک سرگرمی و بازی فوتبال بعد از ظهر روزهای تعطیل از این قبیل هستند. داشتن آرزوهای کوچک چیزی بده نیست، اما این نوع زندگی کوچک است. وقتی که بزرگ می شدم همیشه از پدر و مادرم می شنیدم که نمی توانیم پول آن را بدهیم، اما پدری ثروتمند می گفت چگونه می توانیم پول آن را فراهم کنیم. به جای اینکه بین این دو جمله تفاوتی کمی دیده می شود، اما تفاوتی بسیاری است. دقت کنید، نمی توانیم پول آن را بدهیم نگوید، بلکه بگوید چگونه می توانیم پول آن را فراهم کنیم. این تغییر کوچک در طرز فکر همراه با تجربه، دید و تصمیم های بزرگی زندگی هستند که می توانند شما را میلیون ها کیلومتر از جایی که امروز هستید دور کنند و یا به پیش برند. اگر به این جمله عادت کنید که چگونه می توانم پول آن را فراهم کنم، پس آرزوهای بزرگتر دارید. نه تنها آرزوهای بزرگتر دارید، بلکه امکان تحقیق آن را باور دارید. با گفتن نمی توانم پول آن را بدهم، در واقع آرزوهای خود را برباد می دهید. در این دنیا به اندازه کافی افرادی هستند که آرزوهای خود را به باد می دهند. شما لازم نیست به آنها بپیوندید. شاید هم این منظور را ندارند، اما با گفتن این جمله آرزوها را از بین میبرند. نمیتوانی، خیلی ریسک دارد، میدانی چند نفر خواستن و شکست خوردن. ساده نباش. از کجا چنین ایده را پیدا کرده ای؟ اگر خیلی فکری خوب است، چرا تا کنون دیگری به فکری آن افتاده است؟ سالها قبل این کار را کردم، بگذار بگویم موفق نخواهی شد. این جمله ها عزیزان کشنده آرزوها هستند و جالب است که همیشه از طرف کسانی مطرح می شوند که آرزوهای خود را رها کرده اند. خرید خانه بزرگ کوشش و تلاش، آموزش و بیشترین تلاش برای رشد فردی را می خواهد. اما مهم این است که در این روند از شما چی کسی ساخته می شود. وقتی که میگوید رابرت کیوساکی من و همسرم کیم مفلس شدیم، با هم گفتیم که اگر ثروتی زیادی به دست آوریم خانه‌ای بیش از $1 میلیون میخریم. همین طور شد و از زندگی در خانه بزرگ میگوید لذت میبریم. اما خانه برای ما اهمیتی نداشت، بلکه توانایی خرید خانه بزرگ مهم بود. مهم این بود که در این روند ما چگونه افراد شدیم. خرید خانه بزرگ کوشش و تلاش، آموزش و بیشترین تلاش برای رشد فردی را می‌خواهد. اما مهم این است که در این روند از شما چه کسی ساخته می‌شود. کیوساکی میگوید پدری ثروتمند میگفت افرادی که آرزوهای کوچک دارند به زندگی‌های کوچک ادامه می‌دهند. هر کس آرزوی دارد، اما همه آرزوها به هم مانند نیستند. اینک از جانب مرکز خرد کتاب بسیار خواندنی از سلسله کتاب‌های سرخواننده دنیا با زبان تاجیکی منتشر گردید.
این کتاب نام دارد نیروی بی‌پایان، رمز و رموز موفقیت در زندگی، از سخنگو و چهره سرشناس جهان انتونی رابینز. در این کتاب شما میتوانید درباره چرا مردم از همدیگر فرق دارند، فرمول موفقیت نهایی، ارتباط با دنیای درون و بیرون، تأثیر برنامه‌ریزی در سرنوشت انسان، استراتژی و مانند این معلومات برای خود بگیرید. شما میتوانید این کتاب ما را در همین سوپرمارکت‌های یاور و دیگر دکان کتاب فروشی دسترس نمایید. پدری ثروتمندم میگوید به من یاد داد که 5 نوع آرزو کننده داریم. یکم افرادی که آرزوهایشان در گذشته آنهاست. دوم افرادی که رؤیاهای کوچک دارند. سوم افرادی که به آرزوهای خود رسیده اما زندگی خسته کننده دارند. چهارم افرادی که آرزوهای بزرگ دارند اما نمیدانند چگونه آن را عملی کنند. پنجم افرادی که آرزوهای بزرگشان تحقیق یافته و آرزوهای بزرگتر در فکر دارند. خوب افرادی که آرزوهایشان در گذشته آنهاست، افرادی که بزرگترین موفقیتشان را در گذشته خود می‌بینند. این شرح آن 5 دلیل بالاست. با داستان‌های روزهای دانشگاه، سربازی، تیم فوتبال دوره مکتبخوانی و زندگی در مزرعه کودکیشان زندگی می‌کنند. اما وقتی صحبت از آینده کنید، احتمالاً سر تکان می‌دهند و می‌گویند جهان به جهنم تبدیل شده است. جای کار نیست. کسی که با آرزوهای گذشته‌اش زندگی می‌کند، فراموش نکنید که در واقع زنده نیست. ممکن است نمرده باشد اما واقعا زندگی نمی‌کند. تنها راه زندگی آنها یادآوری روزهای گذشته میباشد. دوم افرادی که رؤیاهای کوچک دارند. برخی از افراد با آرزوهای کوچک خود را محدود می‌کنند و این را تنها راه تحقیق آرزوهایشان می‌دانند. عجیب است که با این حال بیشتر با آرزوهایشان نمی‌رسند. شاید مشکلی این باشد که آنها خود می‌دانند که در صورت تحقیق این آرزوها هدف برای زندگی ندارند مگر اینکه طرز فکر خود را با داشتن آرزوی بزرگتر به بحث و مبارزه بکشند. به عباره دیگر آنها زندگی کوچک را بر ریسک‌ها و هیجان زندگی بزرگ مانند می‌کنند. بعدها از آنها میشنوید که میگویند میدانید سالها قبل باید این کار را انجام میدادم اما هرگز وقتش را نداشتم. از کسی پرسیدم میگوید کیوساکی اگر تمام پولهای دنیا را میداشتید به کجا سفر میکردید؟ گفت به کالیفرنیا برای دیدن خواهرم میرفتم که 14 سال است او را ندیدم و خیلی دوست میدارم او را ببینم. به خصوص قبل از این که بچه هایش بزرگتر شوند میخواهم او را ببینم. این تعطیلات آرزوی من است. آن روزها این سفر $500 میگوید خزینه داشت. سوال کردم که چرا زودتر سفر نکرده است؟ گفت خیلی مشغول بودم، خیلی سرکار بودم. به عباره دیگر به جای اینکه از خواب بیدار شود و به این سفر برود ترجیح میداد تا رؤیایش باشد. پدری ثروتمندم میگوید کیوساکی گفت که این افراد خطرناکترین افراد هستند. آنها مانند سنگ پشت هستند و به سنگ آرام و ساکت خود فرو می روند. اگر دری آن را بزنید و بخواهید وارد سنگ آنها را ببینید ممکن است عصبانی شوند و شما را حتی بگزند. درسی که میگیریم این است: به سنگ پشت‌ها اجازه ندهید تا در رؤیاهای خود باشند. اکثر آنها جای نمی روند و به نظر خودشان مشکلی ندارند. سیوم گفتیم افرادی که به آرزوهای خود رسیده اما زندگی خسته کننده دارند. خوب ببینید که یکی از دوستانم میگوید کیوساکی میگفت 20 سال قبل آرزوی دکتر شدن داشتم. دکتر شدم و از آن لذت میبردم. اما حالا زندگی خسته کننده شده و خیلی چیزهای کم دارم. خسته کننده بودن زندگی علامتی نیاز به آرزوهای نو است. پدری ثروتمندم میگفت بسیاری از افراد در کسب و هنر خود که از زمان مکتبخوانی آرزوی آن را داشتند فعالیت میکنند. مشکل این است که سالها از زمان مکتبخوانی گذشته و زمان ماجراجویی رسیده است.
افرادی که آرزوهای بزرگ دارند اما نمیدانند چگونه آنها را عملی کنند. همین ما افرادی را در این گروه دیده ایم. آنها میگویند پیشرفتی بزرگ به دست آوردم، طرح نو را برایتان بازگو میکنم، یا این بار فرق میکند، یا چیزی دیگری پیش آمده است، یا این بار بیشتر از قبل تلاش میکنم، صورت حساب‌ها را پرداخت میکنم و سرمایه گذاری میکنم. یا شنیدم شرکتی تازه در شهر آغاز به کار کرده است که دنبال کسی است که متخصصی آن من هستم. این فرصت طلایی برای من است. کیوساکی میگوید که در مورد این گونه افراد پدری ثروتمند میگفت این گونه افراد بیشتر لقمه های بزرگ برمی‌دارند، اما میخواهند همه کار را خود انجام دهند، اما ایده کمی به تنهایی قادر به تحقیق آرزوهایشان هستند. آنها باید آرزوهای بزرگ داشته باشند، اما طراحی برای آن و تیمی که بتواند آن را عملی کند داشته باشند. خب چهارم گفتیم افرادی که آرزوهای بزرگشان تحقیق یافته و آرزوهای بزرگتر در فکر دارند. کیوساکی میگوید فکر میکنم که همه ما دوست میداریم در این گروه باشیم. من که این طور هستم. شما چی؟ خوب میگوید پدری ثروتمندم میگفت افرادی بزرگ آرزوهای بزرگ دارند و افرادی کوچک آرزوهای کوچک. اگر بخواهید خود را عوض کنید باید اول از اندازه آرزوهایتان شروع کنید. همانطور که میدانید مدت مفلس شدم میگوید کیوساکی و با همسرم در خودرو زندگی میکردم. میدانم چه احساسی دارد، اما مفلس شوی موفقیتی گذرا است. فقیر بودن فرقی میکند و یک طرز فکر است. ممکن است مفلس باشد اما از نظر روحیه، امید، شهامت و قطعی بودن غنی باشد. آرزوهای بزرگ داشتن هزینه ندارد، خراجات ندارد و آرزوی خیلی بزرگ هم مثل سپری شماست. مهم نیست که مفلس باشد، بلکه با رها کردن آرزوهایتان فقیر میشود. طرز زندگی در بازاریابی اینترنتی و یا شبکه‌ای از این نظر بیمانند است میگوید کیوساکی که شما آرزوهایتان را محدود به یک زمان مشخص نمی کنید. با پیوستن به تجارت بازاریابی امروز جهانی آرزوهای خود را دنبال میکنید که البته در روزهای اول قدمهای کوچکتری آن را بر میدارد. این تغییر از طرز فکری نمیتوانم به میتوانم، از بازیچه شرایط بودن به کنترل زندگی خود و از مغلوبیت به آزادی است. تورو فیلسوف معروف در والدن به تفکری عمیق درباره زندگی خودمختار اشاره میکند. او میگوید از تجربه های حدی اقل این را یاد گرفتم که اگر کسی در جهت تحقیق آرزوهایش پیشرفت کند و در جهت زندگی خیالیش تلاش کند موفقیت غیر قابل انتظار را خواهد دید. 21 رازی موفقیت میلیونرها از براین تریسی درباره آن بحث میکند که چگونه افراد میتوانند میلیونر شوند. تفسیر این کتاب بر اساس 10 تحلیل دقیق عادت‌ها و عمل‌های صدها میلیونر خودساخته که توسط براین تریسی صورت گرفته است استوار است. این کتاب فشرده و عملی به شما یک فرمولی قدم به قدم یاد می‌دهد تا بتوانید ثروتمند شوید. کتاب‌های ما را در همه سوپرمارکت‌های یوور دسترس کرده می‌توانید. از این بهتر عزیزان نمی‌توانید این موضوع را شرح داد. درباره رسیدن به آرزو و هدف بود که برایتان پیشنهاد نمودیم. نتیجه که ما از این گفته‌های کیوساکی برداشت میکنیم این است که انسان‌های بزرگ آرزوهای بزرگ میکنند و انسان‌های کوچک دنبال گذشته و آرزوهای کوچک زندگی میکنند. باوری کامل داریم که پس از دیدن این نوار دنبال آرزوهای بزرگ و برای عملی گشتن آرزوهایتان حتما تلاش خواهید کرد. با دیگر برنامه‌های مرکزی خیرات بمانید.